خب امیدوارم که همچنان با انرژی بحث حرکت بر خط راست رو همراه من باشید. مسافت طی شده و جابجایی رو بررسی کردیم. یه مثالی با هم حل کردیم. یه ماشینی بود تو کوهستان، بردار جابجایی و مسافت طی شدهش رو با هم بررسی کردیم و به قول معروف تحلیل شد. خیلی هم عالی. بریم یه تمرین دیگر رو با هم بررسی کنیم. در این تمرین ببینیم چی خواسته از ما. گفته بردار جابجایی و مسیر در بازه زمانی T1 تا T2 را رسم کنید. خب ببینیم از این شکل چی میفهمیم. یه 5-6 ثانیه‌ای هم من فکر کنم هم شما فکر کنید که از این تصویر الان چی میفهمیم. چه اتفاقی برای این فرد افتاده. این فرد از کجا بررسیش شروع شده، کجا بررسیش تموم شده. ناظر ما که در x مساوی 0 ایستاده، اینجا ناظرمون چی داره میبینه نسبت به خودش. ببینید بچه‌ها، این ناظری که اینجا ایستاده بوده، این ناظر در x مساوی 0 چی داره میبینه؟ این باید نظر بده به ما. ناظر نظرش اینه که کرونومتر در لحظه T1 شروع کرده و نقطه آغازین حرکت اینجا بوده. این شخص قشنگ معلومه که در این جهت حرکت کرده، اومده تا اینجا خسته شده، برگشته در نقطه‌ای که T2 رو نشون داده بررسی‌های ناظر تموم شده. پس الان اگر من بخوام کامل کنم تمام بحثم رو، میگم نقطه آغازین شروع لحظه T1، نقطه T2 پایان حرکت، ولی شخص مسیری که رفته بوده تا این نقطه اومده بوده برگشته بوده. من بیام یه مسیر برای این رسم کنم بچه‌ها. مسیر به این صورت رسم میکنم، به صورت خطی. میگم که این مسیر رو اومده تا اینجا، بعد اینجا البته باید رو همین خط برگرده بچه‌ها، ولی من برای اینکه یه برگشتی بتونم نشون بدم به شما به این صورت میکشمش. این میشه مسیر حرکت. اومد اینجا، این شد چی؟ مسیر حرکت. یعنی اومده بود تا این نقطه رسیده بود، برگشت بود. اینجا میشه نقطه شروع بررسی های ما. یعنی این لحظه T1 نقطه آغاز بررسی هاست و اینجا نقطه پایان بررسی هاست. به ما گفته بود بردار جابجایی میخوای بکشی، چجوری بکش؟ بردار جابجایی میگفت برداریه که از نقطه آغازین به نقطه پایانی رسم میشه، با دی نشون میدن. بعد حالا مسیری که داریم، حالا نخواسته بود خودمون، اگه این مسیر رو من متر کنم، طول این مسیر چی خواهد شد؟ مسافت طی شده. مسافت. حالا بریم بچه‌ها خارج از خواسته این، با علم به این که هر کدوم از این قسمت ها رو ما 1 متر در نظر بگیریم، ببینیم که جابجاییش چقدر بوده. یعنی جابجاییش رو بررسی کنیم. البته بذارید من این بردار جابجایی رو یه ذره کوتاه‌ترش کنم، چون ظاهراً از این نقطه شروعش رو در نظر گرفته تا این نقطه. بردار جابجایی. من اگه بخوام بردار جابجایی رو بنویسم، حالا بر حسب آی و جی هم می‌نویسم. بچه‌ها دقت کنید، از اینجا 1 2 3 مثبت 3 آی جابجایی داشته. مثبت 3 آی جابجایی داشته. حالا اگه بخوایم اندازه این جابجایی رو بگیم، میشه چی؟ 3 متر. گاهی اوقات بچه‌ها اینجوری هم می‌نویسن، یعنی علامت و بردار و قدر مطلق و اینا رو اصلا نمیذارن، فقط میگن دی. این میشه چی الان؟ این میشه بردار جابجایی. این دوتا چی میشن؟ اینا میشن اندازه یا مقدار جابجایی. نخواسته بود، ما خودمون داریم بیشتر توضیح میدیم برای خودمون. این مسیر قرمز هم که رفته بود برگشته بود، چون اومد اینجا خسته شد، یه ذره خستگی کرد و برگشت. این شد طولش میشه مسافت طی شده. حالا ببینیم مسافت طی شدهش چقدره. این مسافت طی شده چقدر خواهد؟
خب از اینجا که شروع کرده بود 1 متر، 2 متر، 3 متر، 4 متر، 5 متر، 6 متر رفته، 1 متر، 2 متر، 3 متر هم برگشته. پس 6 متر رفتش، 3 متر هم برگشتش، کلا 9 متر مسافتی بوده که پیموده شده. یعنی من کل راهی که رفته و برگشته رو متر کردم بچه‌ها. ولی تو جابجایی طول برداری رو در نظر گرفتم که نقطه شروع رو به نقطه پایان وصل می‌کرد. خب امیدوارم که الان دیگه مسافت طی شده و جابجایی جا افتاده باشه براتون. بردار جابجایی یه برداره، بر حسب آیوجی می‌نویسید، علامت داره، علامتش هم جهت بردار رو نشون میده. وقتی شما بردارتون مثبته یعنی جهتش در جهت مثبت محور ایکس است. اندازش هم که طول برداره که 3 واحد بوده 3 متر. مسافت هم که گفتیم هر مسیر رو رفتیم باید بریم متر کنیم. بسیار خوب، بگذاریم از اینجا بریم ببینیم که تو این نکته چی میخواد به ما بگه. نکته میگه بردار جابجایی تنها وضعیت آغاز و پایان حرکت رو به ما نشون میده، اطلاعات خیلی زیادی به ما نمیده. پس بردار جابجایی یه برداریه که از آغاز حرکت رسم شده، وصل شده به پایان حرکت. اطلاعاتی که به ما میده اصلا در مورد مسیر نیست. یادتونه جابجایی به مسیر بستگی نداشت، واسه همین اطلاعات خوبی اصلا میشه گفت هیچ اطلاعاتی از مسیر حرکت به ما نمیده. حالا نگاه کنید اینجا تو این شکل یعنی چی؟ فرض کنید که حرکت از اینجا شروع شده، از اینجا شروع شده یعنی اینجا آغاز حرکته، شروع حرکته و پایانش اینجاست، اینجا پایان حرکته. اگر من بخوام الان نگاه کنم به این که این متحرک جابجاییش چقدر، گفته 5 آی، یعنی شما 5 متر جابجایی داشتید، در جهت مثبت هم بوده از شروع تا پایان. ولی چطور میتونسته این حرکت رو انجام بده؟ ببینید یه مسیری رو من اینجا نشون دادم، میگه آقا اینجا مگه شروع نکرده؟ میتونه اینجا شروعش به این صورت باشه که این از اینجا بیاد برگرده بیاد تا اینجا، یعنی این حرکت رو کرده باشه. ممکنه از اینجا شروع کرده باشه به حرکت، اول اینجوری بیاد بعد برگرده به این نقطه. آیا بردار جابجایی این دوتا مطلب رو به ما نشون میداد؟ خیر. بردار جابجایی فقط به ما گفت از کجا شروع شده به کجا ختم شده. اینکه چجوری رفته از چه مسیری رفته به ما نمیگفت. همونجور که میبینید 2 مسیر مختلف رو میشد برای این پیشنهاد کرد، حتی مسیرهای دیگه هم میشه براش پیشنهاد کرد. پس بردار جابجایی مسیر حرکت رو به ما نشون نمیده. ببینید بچه‌ها یه نکته ای رو میخوایم بگیم که جابجایی به 2 روش تعیین میشه. یکی تفاضل بردارهای مکان اولیه و نهایی و یکی جمع بردارهای جابجایی متوالی. پس من 2 روش رو الان میخوام به شما بگم. در این 2 روش شما دارید یاد میگیرید که بردار جابجایی رو چطور محاسبه کنید و چطور به دست بیارید. خب اولیش گفته که تعیین جابجایی با بردارهای مکان اولیه و نهایی. شما فرض کنید که من 2 تا بردار داشته باشم، بردارهای اولیه و نهایی. من اینجا می نویسم مساویس با R2. بردار مکانا رو میخوام با R بگم که اشتباه نشه. R1 یعنی چی؟ حالا اینجا مثالشو داریم ولی من میخوام بازم قبل از اینکه بریم سراغ این مثال بگم چیه. شما اگه یه محور داشته باشید اینجا مبدأ مکانش یعنی صفرش باشه و شخصی در اینجا قرار داشته باشه، حالا با هر جهت حرکتی، بردار مکانش چی خواهد بود؟ بردار مکان برداری بود که ابتداش در x0 بود، انتهاش در محل حضور اون شخص متحرک بود. یادتون اومدین؟ اینو بهش میگفتید بردار مکان. این بردار مکان با دی هم نشون میدادیم. حالا اینجا میخوایم تو شروعش با آر نشون بدیم که حواستون باشه. میشد با
دی هم نشون داد. حالا نگاه کنید، من اگر این رو با دی نشون بدم، اگر اینو بخوام با دی نشون بدم، اون موقع باید یه اندیس هم بشه. حالا با دی نشون بدم، بخوام با جابجایی اشتباه نشه، باید یه اندیس هم بهش بدم. ببینید تو این شکل پایین همین کارو کردیم. میگه که دونده ای از نقطه 2 از مبدأ مکان به فاصله 2 متر از مبدأ مکان شروع به دویدن کرده. یعنی این دونده الان تو x مساوی مثبت 2 متره. 2 متر از x مساوی 0 مبدأ مکان فاصله داره. خب بردار مکانش رو با چی نشون میدیم؟ گفتم دیگه هم میتونید با r نشون بدیم هم d. من میتونستم بگم r1 مساویس با مثبت 2i بردار r1 یا d1 فرق نمیکنه. بعدن میبینم که این اومده رسیده به مثبت 6 متر. پس بردارش میتونسته چی باشه؟ میتونسته r2 مساوی مثبت 6 متر باشه، 6i باشه. خب الان این بالا یه نکته گفتش که شما میتونید بردار جابجایی رو از تفاضل بردارهای مکان به دست بیارید. بردار مکان اولش رو داریم، بردار مکان بعدیش هم داریم، اینا رو اصلا کم کنیم میشه بردار جابجایی. چرا؟ نگاه کنید، دلیلش اینه. اگر من از این بردار R2 R1 رو بردارم چی میمونه؟ اینقدر حدودا میمونه که اگه نگاه کنید تو شکل بعدی دیده میشه. مگه بردار جابجایی برداری نبود که نقطه شروع رو به نقطه پایان وصل میکرد؟ مگه اینجا نقطه پایان نبود بچه‌ها؟ مگه اینجا نقطه شروع نبود؟ الان برداری که نگاه کنید، من خطی میام، نگاه کنید نقطه شروع رو ببینید، اینجا نقطه شروع، حالا تقریبا بعد اومدم من، بذارید من اینو درستش کنم. از پای شخص اگه میکشیدم دقیقاً درست در میومد. نگاه کنید از اینجا که پای شخص بوده اگه بیام قشنگ نگاه کنید به کجا میرسم؟ نقطه شروع. و از اینجا اگه بخوام بیام میشه نقطه چی؟ پایان. برداری که نقطه شروع رو به نقطه پایان وصل میکرد اسمش چی بود؟ بردار جابجایی. این الان بردار جابجایی مونه که نقطه شروع رو به نقطه پایان وصل میکنه. خب من میخواستم بهتون بفهمونم که برای به دست آوردن بردار جابجایی میشه بردارهای مکان اولیه و نهایی رو از هم کم کرد که تو این مثال دیدید. حالا بریم مورد دوم. چی بود مورد دوم؟ جمع بردارهای جابجایی متوالی که داشته، اونا رو میشه انجام داد. تو قبلش بچه‌ها یه مفهومی هستش خیلی به دردمون میخوره، مفهوم ثانیه انوم. ثانیه انوم که میگه یعنی زمانها رو یک ثانیه تقسیم بندی کرده. ثانیه اول یعنی از 0 تا 1، ثانیه دوم از 1 تا 2، ثانیه سوم از 2 تا 3. ثانیه انوم میشه از n منهای 1 تا. حالا یه مثال ساده بزنیم. اگر به ما بگه ثانیه مثلا 20م چجوری باید پیدا کنیم بچه‌ها؟ ثانیه 20م که میگه یعنی چی؟ ثانیه 20م گفت، ببینید مثال من میزنم. اگر گفت ثانیه 20م شما میایید میگید که خب پس 20 ثانیه داشتم من، 20 تا 1 ثانیه داشتم دیگه. ثانیه 20م یعنی 20 تا 1 ثانیه داشتم، 20 تا 1 ثانیه داشتم که میشه 20. حالا 1 ثانیه برگردم عقب‌تر میشه 19. ثانیه 20م یعنی از لحظه 19 تا 20. چطور میگه از 0 تا 1 میشه ثانیه اول؟ ببین ثانیه اول که دارید میگید یعنی 1 ثانیه داشتم. خب برگردم ابتداش میشه چی؟ 1 ثانیه قبلش. حالا وقتی ته ثانیه میگه چیه؟ برای این یه مثال بزنیم بچه‌ها. مثلا ببینید بگه 2 ثانیه سوم. من اگه بخوام براش محور بکشم از 0 تا 2 میشه 2 ثانیه اول، از 2 تا 4 میشه 2 ثانیه دوم، از 4 تا 6 میشه 2 ثانیه سوم. یعنی بخوام بنویسم الان این 2 ثانیه چندمه؟ 2 ثانیه اول. بعد
الان اینجا میشه چی؟ اینجا میشه 2 ثانیه دوم، اینجا میشه 2 ثانیه سوم. حالا اگر به من میگفت 2 ثانیه سوم رو بدون رسم بگو چیکار میکردی؟ میگفتی 2 ثانیه سوم یعنی 3 تا 2 ثانیه داشتم، 3 تا 2 ثانیه داشتم یعنی چقدر؟ یعنی 6. پس پایانش به دست اومد. این الان پایانمونه. و خب حالا مگه 2 ثانیه 2 ثانیه نمیرفته؟ 2 ثانیه برگردم عقب میشه 4. پس از 4 بوده تا 6 که ما هم اینجا اگه دقت کنید 2 ثانیه سوم رو در آوردیم 4 تا 6. پس راهش این بود که وقتی میگه 2 ثانیه سوم این 2 رو در 3 ضرب کنید پایانش به دست میاد 6. چون 2 ثانیه 2 ثانیه بوده 2 ثانیه قبلش رو در نظر بگیرید میشه 4. پس از 4 تا 6 خواهد بود. این چون تو حرکت شناسی خیلی مطرح میشه من گفتم که به خاطر داشته باشید. نوع دیگر از به دست آوردن جابجایی این بود که جابجایی های متوالیش رو در نظر بگیریم. بچه‌ها الان این فرد از اینجا شروع کرده به حرکت، جابجا شده اومده تا اینجا. این جابجایی اولش، یعنی جابجایی از نقطه 1 تا 2. این جابجایی اولش. بعد برگشته، یعنی از 2 برگشته به 3. جابجایی دومش دی 2 به 3. خب الان شد جابجایی اول دی 1 2، جابجایی بعدی دی 2 3. جابجایی کل چی خواهد شد؟ مگه شما نمیگید نقطه شروع رو باید به پایان وصل کرد؟ خب من الان اگه بخوام نقطه شروع رو به پایان وصل کنم میشه این، میشه اینجا. این میشه جابجایی. جابجایی چی بود؟ جابجایی این بود که نقطه شروع رو به نقطه پایان یعنی اینجا وصل میکرد. اینجا نقطه پایانتونه، اینجا نقطه شروعتونه. این دوتا رو به هم وصل کنید جابجایی. ولی چجوری به دستش آوردیم؟ دیگه بردار مکان نداریم مثل حالت قبلی که بردارهای مکان اول و آخر از هم کم کنیم. جابجایی داده به ما. جابجایی اول به اضافه جابجایی دوم. اگه اینا رو جابجایی ها رو با هم جمع کنید جابجایی کل در میاد. ببینیم درسته؟ فرض کنید که این اولش یه 10 متر رفته، بعد یه 4 متر برگشته، پس کلا چقدر 6 متر جابجا شده بوده. یعنی من اگه اینجا رو بگیرم x مساوی 0، اینجا رو بگیرم x مساوی 10 متر رفته بوده، بعد اینجا رو هم بگیرم x مساوی 6، یه 10 متر رفته، یه 4 متر برگشته، پس جابجاییش بوده 6 متر. پس روش دوممون این شد که بچه‌ها جابجایی‌های متوالی رو با هم جمع کنیم. یه بار دیگه من فقط سریع بگم، 2 تا حالت داریم و گوشه میخوام بنویسم براتون. اگر از ما جابجایی بخوان میگیم بردار مکان نهایی منهای بردار مکان اولیه. این روش اوله. ممکنه جابجایی بخواد جابجایی های متوالیش رو با هم جمع میکنیم. از 1 رفته به 2، بعد از 2 برگشته مثلا به 3، کلن جابجاییش میشه چی؟ به قول معروف جمع این جابجایی ها. و از کجا به کجا جابجا شده؟ از 1 در نهایت به 3 جابجا شده. نوع اندیسایی که به کار میبریم به ما نشون میده که داریم از جابجایی صحبت میکنیم یا از بردار مکان. اگه فقط یه عدد نوشته منظورش اینه که بردار مکانه. اگه 2 تا عدد زیرش بنویسه یعنی بردار جابجایی. پس این الان از بردار مکان 1 رفته بود به 2، تفاضل بردار مکان رو داشتیم. اینجا جابجایی از 1 رفت به 2، بعد از 2 رفت به 3، پس کلا جابجاییش از 1 به 3 بوده. جابجایی از جمع بردارهای جابجایی به دست میاد. دقت کنید کجا تفاضل بردارهای مکان، کجا جمع بردارهای جابجایی متوالی. استراحتی میکنیم برمیگردیم.